که او را انتظاره با همه ایشون شاه ناسپاس در حلقه دیوار خانه دیگر است ما که او را انتظاره با همه ایشون شاه ناسپاس در حلقه دیوار خانه دیگر است ناسپاس در حلقه دیوار خانه دیگر است آفتابی قلب ما را آسمان دیگر است چشم زیبا بین او را مهر خانه دیگر است چشم زیبا بین او را مهر خانه دیگر است مهر خانه دیگر است من دیگر از عشق او صحرا به صحرا می روم من دیگر از عشق او صحرا به صحرا می روم یوسف زیبای منن در نهان دیگر است یوسف زیبای منن در نهان دیگر است یوسف زیبای منن در نهان دیگر است آفتابی قلب ما را آسمان دیگر است چشم زیبا بین او را مهر خانه دیگر است چشم زیبا بین او را مهر خانه دیگر است مهر خانه دیگر است بینندگان عزیز با همه شما شام بخیر میگویم. فکر میکنم که این شامهای زیبای بهاری را در احاطه نزدیکان خود و با تماشای برنامه شب آهنگ سپری می نماید. تماشابینان عزیز باید قید کرد که ما در برنامه شب آهنگ در برابر هنرمندان کسبی این چنین هنرمندان جوان چهره‌های نوی ساحه صنعت را دعوت می نماییم تا اینکه بهر شما هنری آنها را معرفی کنیم. نرگس اگر که از یک طرف گویم که برنامه ما چهره کشای هنرمندان نو است خطا نیز نمیکنیم و این شام در کنار خود داریم یکی از هنرمندان جوان سرایندگان خیلی هم با استعداد که طریق صحیفه‌های اجتماعی پی بردیم از هنرش با خبر شدیم و این شام دعوت نمودیم به برنامه شب آهنگ. این هم باشد پیروزه طاهر. شام بخیر. تشکر زیاد. شام شما هم بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه شب آهنگ. پیروزه بیاید صحبت را اطراف برنامه کنسرتی شما که چند روز قبل برگزار گردید آغاز میکنیم و باید قید کرد که این برنامه از دیگر برنامه‌های کنسرتی کمی فرق میکرد زیرا این برنامه کنسرتی به طور زنده برگزار گردید همچنین در برابر شما اونجا هنرمند شاعر طراح حضور داشتند. مقصد چی بود عموما که همگان رو مخصوصا در یک صحنه جمع آوردید؟ پیش از همه میخواستم تمنیات به اندازه خود را برای تهیه‌گران این برنامه برای شما میرسونم که مرا به این برنامه دعوت کردید. بسیار منتدار هستم. بله، برنامه کنسرتی این یک برنامه بود که من از سال گذشته از سال قبل بسیار کوشش میکردم تا این برنامه را پیشکش مردمان گردانم. خوشبختانه این طور هم شد. برای که این یک اگر گویم شب ایجادی ایستگاه هنر الان میگونم نام داشت. بله، ایستگاه هنر نام داشت و شب ایجادی هم گویم خطا نمیکنیم برای که در آنجا من از ایجادیات خودم پیشنهاد کردم. لیلای حبیبی طراح بود و از ایجادیات خودش برای مردم پیشنهاد کرد. کلکسیون لباس‌های خود را. بله، شاعر، نویسنده، ژورنالیست چیزهای را مثلا که شعرهایی را که من میخوانم میسرایم پیشنهاد کردیم. یک ایجادیات نو بود و برایشان آهنگساز البته خوشبخت نیاز افتاد. به آهنگساز فکر میکنم یگان کار پیش نمی شود و این یک مقصد ما این بود که یک واخوری جالب از چهار سوی زندگی بود. چهار سوی زندگی من در درون یک آهنگ است. زندگی خوشبخت نیاز در درون آهنگ است و ترانه در عالم خود است و شاعر باشد در عالم دیگر است. 100%. یعنی ما چهار هنر رو جمع کردیم که یکی به یکی بوده نمیتواند. مثلا وقتی که من یک هنرمند سراینده مدامی که میخواهم که یک آهنگ رو ثبت نمایم، اول من به شاعر
به نویسنده احتیاج دارم. بعد به آهنگساز. بله. گرچنده که خودم آهنگ میسازم ولی در ژانرهای دیگر برای من باز آهنگساز یعنی کمک میرساند و برای به صحنه برآمدن، برای ثبت نمودن ما به طراح، برای زیبا بودن ما به طراح نیاز داریم و این مقصد ما بود که یکی از یکی بالا بودن نمیتواند و هر یکی ما وابستگی داریم از هم دیگر. بله بسیار هم به وابستگی طراح است. نیاز داریم، هم به نفری که شعر مینویسد برای ما. بله. آهنگساز باشد برای ما آهنگ‌های خوب رو آماده میکند. بله در دوام سالهای من میبینم که بسیار مثلا که اهمیت مردم به سراینده فقط تمام ولی دیگران میمونند در طرف دیگر و من فکر کردم که در برابر سراینده نیز اصلا نفرایی که زحمت میکشند. زحمت میکشند. نه تنها زحمت سراینده است بلکه بله نفران دیگر نیز نفرانی هستند که مخصوصا که یکی به یکی بودن نمیتوانند. ایده خیلی هم خوب رو پیش واقعاً کردید. بله. احسن میگم برایش. پیروزه ارتباط با مهمانان این برنامه کنسرتی بود؟ بله بسیار ارتباط داشتیم. وقتی که کنسرت به طور زنده پیشنهاد می شود ارتباط بین مخلص و بین مردمان حتما می شود برای که آهنگی که خوشبخت نیازف ساخت آهنگ نام نداشت و پرسیدیم نام آهنگ چی بود. بعد گفتیم که بیا شما نمانه. بله یک جای نام مونیم. وقتی که نام ها رو پیشنهاد میکردیم شنوندگان اشتراکچیان با یعنی به کدام نام بیشتر طرفدار بودند ما نام رو انتخاب میکردیم. بله و این آهنگ نام گرفت آرزو. آرزو. بله آرزو نام گرفت. بسیار یک برنامه جالب بود. و بغیر از همین کنسرتی که شما اینه که در کاخ سروش برگزار کردید، یک سال پیش نیز باز همین گونه کنسرت برگزار کرده بودید در شهر دوشنبه و همگی یک چند ماه پیش نیز باز در شهر خوروغ نیز در آنجا نیز کنسرت بود. اون کنسرت ها از این کنسرت چگونه فرق داشتند؟ مخصوصا فرقیت بین دو کنسرت بسیار فرقیت کلان داشت برای که سال گذشته در کاخ سروش کنسرت داشتم به زبان هندی بود برای که از من طلب کرده شد که یک برنامه کنسرتی رو در کشور خودم پیشنهاد نمایم. این یک کار علمی من بود و در شهر خوروغ باشد فقط به زبان مادری خودمان بود. زبان توجیه فرق میکرد آسان‌تر بود. بله خوش برای یک سراینده جوان، سراینده نوکار مشکل نیست در دوام 3 سال اخیر همگی 3 برنامه کنسرتی پرشکوه برپا کردن. قریب که هر سال یک برنامه کنسرتی خود رو برگزار نمود. بله کی کمک میکند باشه؟ من هم بسیار فکر میکنم که چرا یک خیل نشود. بعد فکر کردم که این از فکر آدم وابسته است. چیزی رو که در فکر داره همیشه کار میکنی از یک طرف یعنی دست کمک دراز میشد. مثلا که من یکم بار در زندگیم فکر نکردم که در یک سال 2 برنامه کنسرتی میشود ولی همیشه فکر میکردم کار میکردم. شبای بیخوابی اگر بسیار وقت میگیرد یک تاریخ یک چی دراز دارد چی گویم یک تاریخ آماده کردن یک سرود. بله بسیار زحمت‌های زیاد دارد. زحمت‌های زیاد طلب میکند. چند سال می شود که شما فعالیت خود را همچون سراینده آغاز کردید؟ طول چند سال با سرایندگی مشغول هستید؟ طول 3 سال است که من به یعنی ایجادکاری و به هنر سرایندگی مشغول هستم. تا این دم شما در کجا بودید و چی مشغول بودید؟ بعد از ختم دانشگاه 3 سال به حیث آموزگار فن زبان انگلیسی کار میکردم و بعد از 3 سال رفتم به جمهوری هندوستان. با سمتم رو عوض کردم، دیگر کردم. یعنی موسیقی رو در آنجا آموختم، یاد گرفتم در جمهوری هندوستان در دانشگاه دهلی. یکی از دانشگاه 2 سال تحصیل نمودم. یکی از دانشگاه با نفوذ ترین در جمهوری هندوستان بود. و بعد از تحصیل من به ایجادکاری مشغول شدم، دوام دادم. به طور جدی؟ بله. پیروزه اگر اهمیت دهیم سالی گذشته در همین شب و روز شما در شهر ممبئی دولت هندوستان بودید، همینطور؟ در شهر دهلی. دهلی. بله. و در اونجا در یک آزمون تلویزیونی یعنی که اشتراک کردید. بیاید یک معلومات پرتر رو برای بینندگان ما یعنی که رسانیده باشد. چه آزمون بود؟ بله در تحصیل من در شهر دهلی بود و بعد وقتی که به آزمون اشتراک میکردم تا دور 3 در شهر دهلی بود. از دور 3 گذاشتم رفتم به شهر ممبئی. بعد تا دور 10 در شهر ممبئی بودم و متاسفانه 13 دور داشت تا دور 13 نرفتم. متاسفانه تا دور
دهم دهم. رفتم. بله. چی بود سببش؟ برنامه نام داشت واه استاد. یعنی همون هنرمندانی که خودشون زحمت کشیدن، به استاد زحمت کشیدن. ستاره های به استاد. بله، ستاره های به استاد. بعد در اون برنامه اشتراک کردم. از سببی که من از جمهوری هندوستان خودم نبودم، در اونجا اشتراک کردم و داورانی که بسیار ستاره های کلان، یعنی ستاره های مشهور بالیوود بودند، گفتند که هنرتون به اندازه است، آوازتان وقتی که شما به زبان هندی میخونید ما فرق نمیکنیم که شما از دیگر دولت آمدید. ولی این مخصوصا این برنامه برای هندوستان است، برای هنرمندان هندوستان است و سببی که شما دانشجوی دانشگاه هندوستان بودید ما شما رو به این برنامه دعوت کردیم و این خودش یک افتخار است تا دور دهم اشتراک کردن. بله. بعد در دور 12 اون یک چهره شناخته، نمیدونم شما میشناسید نمیشناسید، من در بسیار فیلم های بالیوودی آوازش ثبت شده است، گفت که جای شما همینجا است، بیاید اینجا شینید و باید شما به حیث داور باشید، بها دهید. هنر شما برای ما عجیب، شما به زبان هندی گپ نمیزنید ولی سرود میسرایید. این یک بسیار چیز، من خودم هنرمند هستم گفت. بعد به طور اعضای یکمان در یک دور اشتراک کردم. چگونه بود برای شما این تجربه؟ اول برای من بها دادن بسیار مشکل بود، برای که من تا به درجه اولی از خودم راضی نبودم، برای که من رفتم آماده شدم به طور اشتراکچی و منتظر نبودم که من به حیث داور میشوم. تصادفی شد این کار. بله. این باعث افتخار است برای شما. بله، بسیار. شما باوری کردن، یعنی که هنرمندانی چطوری که شما گفته بالیوودی، یعنی که دعوت کردن درباره آنها نشسته بهاگذاری کرده برای دیگر اشتراکچیان. بله. برای نه هر هنرمند چنین امکانیت نصیب میگردد. بله. خوش چه میشود که یک 4 مصرع از سرودهای دوست داشته خود، دلخواه سرود دوست داشته که با زبان هندی است زمزمه کنید؟ حتما، برای که همه سرودهایی رو که من انتخاب کردم گوش میکنم، سرود دوست داشته من است. یکی از آنها برای شما به طور زنده زمزمه میکنم. مرحبا. چی نام داره ترانه؟ سرود عشق دیرینه است به زبان ما. مرحمت گوش میکنیم. کچی دوریون سے مینو تو باندھلے پکی یاریوں میں ہوندے نا فاصلے ہے ناراضگی کاغذی ساری تیری میرے سونیا سن لے میری دل دیا گلا ہے کرانگے روز بے کے سچیا محبت نبا کے دل دیا گلا. سلامت خیلی باشید. ماهینه. من فکر میکنم که این لحظه اگر یک سرود رو در اجرای پیروزه تویر پیشنهادی تماشا بینان کنیم خیلی خوب میشود. خوشتون عزیز، بیاید یک ترانه میشنویم، همگی بعد از چند لحظه برمیگردیم با تلویزیون تاجیکستان. بیم رخ گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری رخ گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری عشق و نازه داخرامان رفتار داری شیرین گفتار داری عشق و نازه داخرامان
کار داری شیرین گفتار داری رخ گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و داخرامان رفتار داری شیرین گفتار داری دایم آخر تو چرا فکر مرا تنگ کردی صد رقم جمله فریب هلا و نیرنگ کردی گم کردی عشق کردی هلا کردی جنگ کردی چقدر نازه داخرامان رفتار داری شیرین گفتار داری چقدر نازه عاشقی و کار داری شیرین گفتار داری رخ گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و داخرامان رفتار داری شیرین گفتار داری رخ گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و داخرامان رفتار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و داخرامان رفتار داری شیرین گفتار داری شیرین گفتار داری شیرین گفتار داری شیرین گفتار داری тамошобинони азиз барномаи шабоҳанг идома дорад ва ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд ҳунарманди ҷавону хушсадо Ферӯзаи Тоҳир. Ферӯза, мегуфтед ки меҳру муҳаббат ба соҳаи санъат махсусан ба сарояндагӣ аз куҷо пайдо шуд? махсусан худам дар оилаи санъаткор ба дунё омадам ва аз хурдии шавқу ҳавас ба расонӣ доштам, расм мекашидам, шеър мехондам, қироат мекардам. дер интихоб кардам бале роҳи санъатро, барое ки намедонам аз чӣ сабаб бошад ё ки дар оила, дар гирду атроф, яъне баъзе одамое буданд ки онҳо санъатро ба таври дигар нигоҳ мекарданд, махсусан барои муаррифӣ мекарданд. бале муаррифии дигар мекарданд ва дар дили ман тарс пайдо шуд. Шояд ҳамон тарс бошад ки ман нарафтам. лек ба шумо мегуфтанд ки садои хуб доред. бале дар Ҳамеша маҳфилҳо, мегуфтанд. дар чорабиниҳои мактаб иштирок мекардам, суруд мехондам, баъси ровигӣ будам. дар чизҳое ки ҳама дар гирду атрофи санъат аст, ман ширкат варзидам. ҷуръат накардед? ҷуръат накардам. бале дар ҳамаш яъне ки худро санҷдед бале дар ҳама ҳам рассомӣ ҳам ҳама яъне ки ровигӣ ва билохира омадед яъне ки ҳамин роҳи санъат яъне ки сурудхониро интихоб кард. бале агар имрӯз шумо ҳамчун ровӣ мебудед, махсусан яъне ки касби шумо ровӣ мебуд ва як имконият медоштед ки ягон барномаи худро дошта бошед, барои мо чӣ савол медиҳед? оя шумо орзуи ноҳуфта доред дар қалбатон ки то ҳоло ягон кас хабар нест? саволи хело ҳам мушкил барои ман. бигзор орзуҳо яъне ки хомӯш истанд. бисёри орзуҳое ки ман доштам, шукр ки онҳо амалӣ шуданд. ман фикр мекунам орзу бояд хомӯш наистад, барое ки нақша бояд хомӯш истад. чӣ нақша доред, чӣ барое фикр мекунам ин беҳтарин роҳ аст, барое ки вақте ки нақша мекашӣ, вақте ки нақшаро ба ҳама паҳн мекунӣ, шояд нашавад, шояд ягон тасодуфан чизи дигар шавад, 100%. шояд самти шумо ранги ман ранги дигарро мегирад. фирӯза, шумо дар баробари сарояндагӣ боз ҳунари оҳангсозӣ низ доред? бале оҳангсозӣ, агар гӯем ки ман яъне махсусан ба ин сам нахондам, таҳсил накардам ва вақте ки як ҷои оромӣ бошад, масалан як садои бод ё об, ягон чиз шавад, шамол, тӯфон. бале шамол, тӯфон мешавад ки оҳанг худ ба худ пайдо мешавад. илҳом мебахшад. бале ва вақте ки ман яъне ашъори аз адибони писандидаи худам, масалан аз Шамс Табрезӣ, аз Ҳофиз Бедил, вақте ки ашъори онҳоро мутоилаа мекунам, фикр мекунам ки онҳо ба худ як оҳанг доранд ва вақте ки оҳангро худ ба худ яъне пайдо мешавад, месароям ва мехоҳам ки пешниҳод кунам, вале як тарс дар вуҷудам аст ки шояд ин оҳанг бошад. агар ман гӯям ки оҳанги худам аст,
شاید آهنگ دیگر کس باشد. بعد فکر کردم که آهنگ ها به هم دیگر یعنی مانند میشوند، برای که یعنی در اونجا هست 7 نوته، از 7 نوته حتما آهنگ ها مانند میشوند، ولی ویا یعنی مضمون آنها در خود آهنگ دارد. فکر میکنم مثلا که وقتی که شمس تبریزی میخونم که عاشقان را گرچه در باطن جهان دیگر است، عشق آن دلدار ما را غیر جان دیگر است. وقتی که فکر میکنم که این در خود آهنگ دارد، یک چیزی که در عالم خودش است، در عشق و عاشق به معشوقش میخوند یا یکی عاشق به معشوقش باشد، یک نهفته است. ولی من فکر میکنم که این شعر رو شنیدم پیش او این آهنگ باشد، یک الهامی است که بازم وقت در دشوار است برای بینندگان یعنی این رو پیشنهاد نمودن و فهموندن. و شما خیلی هم خوب قید کردید که بیشتر همین ایجادیات شما سرودهای شما اینه که از اشعار نابغه های تاجیک البته گرفته شده است و در حالی که عین حال بسیاری از جوانان، بسیاری از هنرمندانی که نو روی صحنه برآمد میکنن، سرودهای یعنی که نه چندان مضمونی بلند دارند و سبک رو انتخاب میکنن. از کجا سرچشمه پیدا شد که مخصوصا از همین گونه ادیبان یعنی که برای خود انتخاب کرده باشد؟ از دوره مکتبی یعنی من بسیار اهمیت دادم به این اشعار و در فن ادبیات همیشه پیش صف بوده. بله، نه در همه فن، من فقط از فن ادبیات، برای که استادمون هم بسیار به درجه بلند بود. وقتی که مثلا که به صنف می در اومدن ما تماما گوش نمیکردیم. وقتی که گفت که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالت رفت که میرا به فریاد آمد، یعنی ما همه خاموش، همه آرامی در صنف شد، گوش میکردیم که چگونه یک شعر است، به معناش دقت میدادیم، برای که استاد بسیار نقش مهمی بازد. برای که از دوره مکتبی استاد قربانی سلطان شاه نام داشت، حاضرم از اون کس مصلحت میپرسن و بسیار شعرها رو وقتی تحلیل میکردن به معناش دقت میدادن، میخواستن که یکان آهنگ سازم. از همین پیدا شد ذوق شما. بله بسیار. گفت که مثلا که وقتی که حافظان اگر ان همیشه رو انتخاب میکنن، این شعر بسیار یک معنای خاص دارد و به فکرم آهنگ خوب میشود و بسیار الهام از دوره مکتبی پیدا شد و به فن ادبیات بسیار شوق و رغبت زیاد داشتم. بعد شاید سبب باشد همین انتخاب شما از اشعار ادیبان تاجیک باعث گردید که سرودهایی که از جانب شما سراییده میشوند زود راه مییابند به دلهای شنوندگان. بله. پیروزه شما یک ترانه دارید با نام عزیز در سفر دارم. آیا میتوان گفت که مخصوصا همین ترانه شما رو معرفی نمود؟ بله، اگر این خیلی فکر کنیم این طورم یعنی درست است، برای که هر یک هنرمند وقتی که آغاز میکند و سرود خواندن یک چیز رو یعنی شروع میکند، اول از بازخوانی سر میکند از آن هنرمندایی که بسیار شناخته هستند و من هم این سرود رو انتخاب کردم برای که بسیار فهمیدم که از اشعار از ایجادیات حافظ شیرازی است. بله. و اولا این به دلم تیزتر یعنی که نقش بست و بعد آهنگش و این سرود اگر گویم ما رو مشهور کرد خطا نمیکنیم. بله درست است. بله. زیرا در صحیفه اجتماعی دیدیم میلیون ها تماشابین دارن این. بله. این یعنی در یک ماه بسیار تیز پخش شد این سرود. میتوانید که این حال یگون مصرعش رو به طور زنده اجرا کنید؟ بله. عزیز در سفر دارم. اگر مردم ز من پرسند چرا رنگت خزان گشته، اگر مردم ز من پرسند چرا رنگت خزان گشته، جوابشان همین گویم عزیزه در سفر دارم، عزیزه در سفر دارم، بوته دارم که گردی گل ز سنبل سایبان دارد، ز سنبل سایبان دارد، بهاری عارضش خط بخونی ارغوان دارد، بخونی ارغوان دارد.
مرا تو دوست دار من نگویم شو برا هم انتظار من نمیگویم مرا تو دوست دار من نگویم شو برا هم انتظار در میان کوچه باغی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار در میان کوچه باغی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار من نمیگویم قدم با من گذار من نمیگویم قدم با من گذار بینندگان عزیز، روزهای استراحتی خود را میتوانند با تماشای شو برنامه فرهنگی فراغتی شب آهنگ سپری نمایید. میدانید برای چی؟ زیرا طبع شما را بریده میگرداند و با شنیدن سرودهای خیلی هم خوبی هنرمندان ما البته به رقص می‌درآید. باری دیگر یادآور میشویم که امروز در مهمانی برنامه شب آهنگ حضور دارند یکی از چهره‌های نوی ساحه صنعت، پیروزه طاهر. نخستین سرود خود شما کدام است؟ بله، نخستین سرود من این ای در درون جانم و جان است و بی‌خبر از عطار است، از آهنگ خودم است و این یعنی گرچنده که چقدر پهنم نشد ولی من بسیار یک حس مخصوصی دارم وقتی که گوش میکنم که بله از خودم است. گوش این میکنم شما را باز هم روح بلند میکند. بله، بسیار مرا روح بلند میکند و شوق و هوس من زیادتر میشود به آهنگ ساختن. پیروزه میتوانید 4 مصرع از این سرود را بهر بینندگان و طور زنده بسرایید؟ بله. ای در درون جانم و جان است و بخبر و از تو جهان پر است و جهان از تو بخبر و از تو جهان پر است و جهان از تو بخبر عطار اگر چنار عشقی تو میزند عطار اگر چنار عشقی تو میزند هستند جمله نارزنان از تو بخبر هستند جمله نارزنان از تو بخبر. در آغاز فصل بهار شما یک ترانه نوی را برآوردید با نام تو خودت میدانی. بله. خیلی هم یک ترانه خیلی هم آرام، خوب، عاشقی. چند وقت صرف شد برای تهیه نمودن همین گونه سرود؟ آهنگ مخصوصا در داخل ماشین ایجاد شد. یعنی که در سفر. در سفر، بله. شاعری که من همیشه همکاری میکنم شعر ایجاد کرد و آهنگ ساخته شد و یک باره بسیار وقتم طلب نکرد. یک اگر گویم به طور آسان بود، بسیار یک الهام در یک بود مدتی که در کوتاه آماده شدن؟ بله، وقتی که در سفر میکردیم در وقت سفر ناگهان. آهنگ تماش ناگهانی. پیروزه، ما از هنر سرایندگی شما واقف هستیم، لیک در برابر این هنر باز کدام هنرها رو شما داره؟ البته فکر میکنم که برای هر یک زن، برای هر یک دختر یعنی بغیر از هنرمند بودن باز دیگر چیزها رو هم آموختن، یاد گرفتن لازم است. البته که زندگی ما رو همه چی می‌آموزاند و یعنی کدبانوگی، پخت و پز، چیزهایی که برای زن لازم هستند میتوانم. میگویند آرزوهای کودکی اکثریتشان البته عملی میشوند. چی آرزوی بود که تو امروز عملی نشده باشد از خود شما؟ آرزو هر روز پیدا می شود و اولین در سطح اول آرزوی من امین است که سلامتی و صلح باشد تمام. برای که وقتی که در یک آرامی، در یک آرامش و صلح و ثبات زندگی میکنی، فکر میکنم همه چیز ممکن است. این البته کفایه است. بله، کفایه است. من چیز غیر ممکن رو نمیبینم. برای که من سر کردم الکی به اون چیزی باور کردن که مردم به اون باور نمیکنند و من به همه توصیه میدهم که به چیزی که شما فکر میکنید که نمیشود نیست. واقعا همه چیز میشود. بله. اگر امکانیتی می بود که شما با پیروزه خردکک البته وام خورده روبرو میشدید، برای او چی توصیه میدادید؟
من چی مسئولیت میدادید؟ بسیار یک سوال به تب دل من شد، برای که من میخواستم برای پیروزه گویم که همیشه دلت رو گوش کن. نه چه اینکه فکر در مردم دلت رو. باشه. بله، انتخاب خودت باشد. فکر نکن که مردم چی فکر میکنن، برای که وقتی که اشتباه میکنی البته اشتباه تو است، درس تو است. وقتی که یعنی که اشتباه نشد، این یک جرأتی بود که سر کردی، برای که چیزی که آرزو در دل داشته باشی به دل خودت کار کن. با جرأت‌تر بله، با جرأتت کار کن، یعنی کاری نکن که به کس ضرر رسد، ولی به آرزوی خودت رفتن گیر. همیشه پی عملی آرزوها باش. بله. پیروزه، در انجام برنامه میخواستیم فکر و اندیشه های شما رو اوید و برنامه شباهنگ بفهمیم. البته برنامه شباهنگ من خودم نیز طرفدار این برنامه بودم. تماشا میکردید؟ بله، پیگیری میکردم، برای که میگویند که فکرها را فکرها یاری کند. این برنامه برای هر یک هنرمند بسیار خاص است. برای چی؟ وقتی که در این برنامه اشتراک میکردم بسیار چیزهایی رو که کسانی که میخواهند هنرمند شوند نمیفهمند و توسط یعنی این برنامه برای همه یک فکرهای نو پیدا می شود و من هم چیزهایی رو میخواستم برای مردم گویم، نقل کنم. وقتی که یک آرزویت رو، نقشت رو، فکرهایت رو درباره هنرمندی، درباره ایجادیات صحبت کنی، یک الهام میبخشد. مثلا که برای من الهام پیدا شد که من به فعالیت ایجادکاریم باز هم فعالتر باشم و فعالتر. و شاید بعد از تماشای این برنامه مخلصانی نو پیدا میشوند به شما. به شبخه میگویم که میشوند. از 1 تا 10 چند برگزار میکنید؟ اگر پلوس 10 باشد من امورا میگم. اینکه جمعی 10. جمعی 10 میشود. بهترین. پیروزه بانو، ما به شما تشکر میگویم برای اشتراک در برنامه، برای یک صحبت صمیمی. فکر میکنیم که تماشابینان از تماشای این صحبت، از گوش کردن سرودهای شما این شام حلاوت بردند. تشکر زیاد. و ما نیز دائما یعنی که انتظار شما هستیم، انتظار ترانه‌های نو شما هستیم و تشکر میگویم بار دیگر برای شما برای اشتراک در برنامه امشب شباهنگ. واقعا هم با حضور خود شما و با سراییدن ترانه‌هایی که در ادامه برنامه صدا دادن خیلی هم خوب و خاطرمان بود و فکر میکنم برای بیننده ما نیز پسند آمد. تماشابینان عزیز، اگر شاید شما پای نبردید یا اینکه تماشا نکردید برنامه رو، پس میتوانید در سامانه‌های اجتماعی ما با مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب تماشا کرده باشید. اینجا برنامه شباهنگ به انجام میرسد. برنامه‌های آینده رو با اشتراک هنرمندان نو به نو انتظار شوید. خیر دوستان. پیش این